چی گفتم همین خودت یک آدمی که نه نهضتی نه طرفدار منی خودت با شما با کار بار شما دیگه همین من بو که همین سبب مهاجر شدن یعنی مردم کبیریه نه راست گپ سبب مهاجر شدن مردم کبیری نیست. امام علی رحمانوف و شیخ جنایتکاری نوایه برای آنکه در 30 سال برای مردم جای کار مهیا نساختند. در 30 سال حکمرانیش در فکر نبود، فقط گفتن که ما 1700 جای کارخانه بنیاد کردیم، امروز قیچی که لنته بریدن فردا محکم شد و با دروغ و با فریب و با همین سبب ها امروز مردم قریب 80% تاجیک امروز در مهاجرت هستند. قوای کاری در نظر دارم در مهاجرت هستند. یگان مخالف در اینجا گناهکار نیست، برعکس همه آن مخالفانی که امروز در خارج از کشور هستند سببش همین حکومت است و سبب دیگرش این است که حقیقت را گفتند و حکومت نخواست گمان کرد که باید ما دهان اینها بندیم با اینها به زندان کشیم. کسی از بیرون به بیرون که توانست بیرون برآمد، کسی نتوانست در زندان اسازی. اکثر برادرایی که حقیقت را گفتند برای حکومت امروزه، یعنی که یگان میده کبیری در یک گناهکار نیست، حکومت گناهکاره و آخرون رئیس جمهور هم در همین پیام آخرینش اعتراف کرده میشه که چی از احوال مهاجران با خبر است و گناهکار اساسی خودی او و خودی همان حکومتدارانش هسته. 100% اعتراف کرد و امروز من نمیفهمم که همین میگم همین اینترنت در میرم میگم که فکر اجتماع چیه که ای سپاس نه اینترنت سوگاز گفت ماشا بعد این سخنرانی‌های رحمانوف بعد این گناه‌ها به گردن گرفت که ما زنامو در زنهای تاجیک در مهاجرت هم در عذابن مردهامو همین خیل بعد بعد یک 5-6 ماه رحمانوف یگان اصلاحات مدر آورده باشه، مثال سختی مهاجرای زنها را مثال کم میکرده باشه، یگان زندگی خوب برای این مادرای تاجیک میکرده باشه یا که نه. یک چیز نگفتن امانتی رحمانوف دیکتاتور است. دیکتاتور مردم فقط دیکتاتور میکنه. بگو شما گپ زدن گیره من اینجا یک زنگ تلفنی جوابش بدم بفرمایید. یگان میده نمیکنه. دیکتاتور فقط دیکتاتور میکنه. برای چی دیکتاتور میگن؟ دیکتاتور هر یکی دیکتاتور فقط دیکتاتور میکنه. دیکتاتور میکنه. این برادرای عزیز اینجا یک کس زنگ زد، یک کسی دیگه این برادر ما اینجا پرید. بفرمایید. خوش برادر احمد. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. انشاءالله که خوبه. من دمی سوالی که پیش از ما برادری بود که سوال دادید که سبب کبیری است که مردم مهاجرن، من میخوام دمی سوال جواب بدم. شاید شما گپی همون نفری که گفت کبیری را گناهکار کرد شما خوب درک نکردین، به خاطری که اگر ویدین کبیری تا سال 2014-15 در سر وظیفه بود در پارلمان که کار میکرد، شاید که مهاجران تاجیک 500,000 600,000 زیاد نه 700-800,000 مهاجر بود در روسیه. یک کم هم بود طرفداری از مهاجران میکرد، وقت در پارلمان بود یک کم گپ حق میگفت، یک کارایی میکرد به فایده ملت. از وقتی که مویدین کبیری که از قدرتشون و حزبشون که
از بین رفت، مهاجر شدن در بین این 8 سال میشد 7 سال. ببینید مهاجرین 3% زیاد شد. مثلا اگر 500 600 هزار های 3 میلیون است، 3 میلیون مهاجر است. او بیچاره خش گناهکار دوام میکند که محیدین کبیری از تاجیکستان که رفت ما را هم مهاجر شدیم از پسی او. اگر که محیدین کبیری از تاجیکستان میمون ما مهاجر نمیشیم. معنی گپی بردار همین است. ما باید از او خفه نشیم. ان شاء که روز شود که دوگیم که محیدین کبیری هم من اگه نیست از دیگر این پوزنی بده و کم تاریخی خود نمیفهمم وقتی که میان گناهکار میکنن که همه یک انسان های گناهکار میکنن مخالفین. من چیز قبول ندارم برای که در دست او انسان ها هیچی بگیم نبود. درست است. نه مرا منظورم همین است که بگذار که محیدین کبیری که گناهکار بود اما برادری که هست شاید که تو پیش از این هم مهاجر بودی خودت فکر کنم کلان سال بودو برادر، لیکن شما یک مقایسه کنید که تو 2014 15 در حقیقت چند تا مهاجر داشت تاجیکستان وقتی که حزب فعالیت میکرد. به هر حال یک هم حزب بود که از مشکلی مردم میگفت، دستگیری میکرد به مردم، یک کمک میتونست که به مردم برسوند. از وقت همین حزب نیست شما یک مقایسه کنید که چقدر مهاجر زیاد شده است. به مهاجر هم مردم خانه بیزار شده گرفتگان. مهاجرش کو یک طرفی بیستاد، مردم خانه‌هاشون پرتاتن برآمدن رفتن از ظلم و از فشار مقام. انشالله که خوب بشه. انشالله که ما همه کسا جمع میشیم، سر جمع میشیم، همه مخالفین میویم، تلخیر رحمان رو میکفنیم انشالله.